سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی پر انرژی بریم سراغ قسمت سوم طراحی این مکانیزم صنعتی. خب اگه قسمت اول و دوم این مجموعه آموزشی رو دیده باشین، ما اومدیم این مکانیزم صنعتی یعنی گیره قفل شونده رو اجزایی از اون رو با هم دیگه طراحی کردیم و فایل‌های طراحی رو من داخل کانال تلگراممون براتون گذاشتم و امروز قراره که پارت‌های نهایی مثل فنر، پیچ متری و پیچ و مهرهایی که تو این مکانیزم استفاده شده رو با هم دیگه طراحی کنیم و نکته هایی داره که باید حتما توی نرم افزار بهتون بگم و پرونده این مکانیزم رو ببندیم. اگه قسمت دوم و قسمت اول این مکانیزم رو ندیدین، پیشنهاد میکنم با زدن لینک هایی که تو این بالا ظاهر میشه برید قسمت اول و قسمت دوم رو تماشا کنید و متوجه بشید که ما امروز قراره که در مورد چه موضوع و چه مبحثی با هم دیگه صحبت کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش داخل نرم افزار، خوشحال میشیم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو روی حالت آل قرار بدید و ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ما هر هفته 2 ویدیو مربوط به نرم افزار سالید ورکس و نکات و آموزش و ترفندهایی که داخل صنعت و داخل حیطه شغلیمون یعنی طراحی صنعتی استفاده میکنیم رو باهاتون به اشتراک میذاریم. میتونید با زدن لینک هایی که این بالا ظاهر میشه ویدیوهایی که چهارشنبه همکار و دوست عزیزم یعنی علی براتون منتشر میکنه رو هم تماشا کنید. ما میایم پارت هایی که از قسمت قبلی باقی مونده رو داخل یک فولدر میریزیم و اونا رو با زدن گزینه کلیک راست و ایزوله اونا رو به حالت ایزوله در میاریم و موقتا مابقی پارت ها رو هاید نگه میداریم. میبینیم که این پلیت باقی مونده که طراحیش هم چیز زیاد پیچیده ای نیست. اونو با هم دیگه طراحی میکنیم و نکته های مربوط به این پیچ متری هست که مربوط به پارت خودش حتما بهتون میگم. این پیچ و مهره ها هم نیازی به طراحی نداره، ما اون رو از جدول خود سالید ورکس یعنی تول باکس خود سالید ورکس اونا رو وارد نرم افزار میکنیم و طبق ابعادی که داریم میتونیم اونا رو فراخوانی بکنیم. میمونه این فنرها که تمام نکته برمیگرده به این فنرها. این فنرها رو ما نمیتونیم داخل محیط پارت طراحی کنیم و به محیط اسمبلیمون اضافه کنیم. البته میتونیم این کارو بکنیم ولی برای اینکه بخوایم انیمیشن جمع شدن و باز شدن فنر رو بگیریم حتما باید اون رو داخل محیط اسمبلیمون اون رو طراحی کنیم تا با باز و بسته شدن فک عملیات جمع شدن و باز شدن فنر رو هم بتونیم ببینیم. خب من از محیط ایزوله ایزوله رو میزنم تا از محیط ایزوله خارج بشم و میرم سراغ طراحی این پلیت. این پلیت پیچیدگی خاصی نداره، میام یک پارت جدید ایجاد میکنم و داخل نمای تاب یک مستطیل در مرکز محور مختصاتم به این ابعاد میکشم. از سربرگ فیچر میام با دستور اکسترود باست اون رو به مقدار 15 میلیمتر اکسترود میکنم. روی این سطح یک اسکچ ایجاد میکنم و با زدن اسپیس و نورمال تو وارد صفحه روبروی اون پارت میشم. یک سنتر لاین مرکز این خط و این خط ترسیم میکنم، یک دایره اینجا ترسیم میکنم و قطر رو 8.3 در نظر میگیرم. فاصله اون با لبه رو هم 10 میلیمتر. دوباره با استفاده از یک سنتر لاین تو مرکز این خط اون رو به قسمت مخالف میرورش میکنم. دستور میرورم که باهاش تو قسمت قبلی آشنا شدید. خب با دستور اکسترود کات از سربرگ فیچر این حفره یا سوراخمون رو ایجاد میکنیم. این رو حالت آپ تو نکست میذارم و گزینه رو تایید میکنم. دستور فیلت رو فعال میکنم و این سطح ها رو فیلت میزنم مقدار 2 میلیمتر. این رو به عنوان پارت
به عنوان پارت ششم داخل فولدر آموزش ذخیره میکنم. بریم سراغ این پیچ متری. چند تا نکته داره بهتون بگم. من این پیچ متری رو دیگه براتون طراحیش نمی کنم چون زمانگیره. پیچ متری رو عموما با دو روش میشه تو سالید طراحی کرد. روش اول اینه که دستوریه که من توی آموزش‌های مکانیزم‌های بعدی حتما بهتون میگم، اینه که میان رزوه ها رو به حالت یک سایه و یک حاله که به صورت شماتیک روی میله ایجاد میکنن و اونو به حالت نمایش در میارن و جنبه عملی و اجرایی نداره، صرفا برای نمایش دادن. و حالت دوم دستور thread هستش که چند سالی هست به نرم افزار سالیدورکس اضافه شده و با دستوری که هست میتونید تمام رزوه رو کامل و تمام زوایا و تمام طول گامی که داره اینجا مشاهده کنید. من برای اینکه این پیچ متری رو بخوام ترسیم کنم اومدم ابتدا از طریق این اسکچ، یک مقدار فایلم سنگینه منتظر اونم اسکچ باز بشه، از طریق این اسکچ یک دایره ترسیم کردم و قطر اونو 8 میلیمتر در نظر گرفتم و اومدم اونو به اندازه 230 میلیمتر اکسترودش کردم. بعد از اون اومدم دستور thread رو اجرا کردم. دستور رو اگه بخواید بیارید باید برید سربرگ اینسرت، سربرگ فیچرز و این دستور رو از این قسمت فعال کنید. به صورت پیش‌فرض اینجا نیست، دنبالش نگردید. و من این رو ادیت فیچر میکنم تا توضیحات مربوط به این دستور رو بهتون بدم. ادیت فیچر رو میزنم. به شدت دستور سنگینیه. توصیه میکنم که قبل از اینکه بخواید این دستور رو بزنید حتما یه سیو از مدلتون داشته باشید. خب توی بخش thread location میتونید یه edge براش تعریف کنید. چیزی هم که از شکل آیکونش معلومه اینه که شما یک خط رو به عنوان ابتدای رزوه‌تون بهش میدید و مشخص می‌کنید که رزوه از اینجا شروع بشه و حالت دیگه‌ای هم نداره. و بخش end condition شما میتونید مشخص کنید که این پیچتون چقدر امتداد داشته باشه. مطمئنم پیچایی رو دیدید که یه مقداریش رزوه است و یه مقداریش ساده است و امکان داره مثلا 5 سانت اولش رزوه داشته باشه و مابقیش ساده باشه. اونو میتونید با استفاده از دستور بلیند بهش سایز بدید. بگی که من دوست دارم 5 سانت از پیچم فقط رزوه داشته باشه، نمیخوام کلش رزوه داشته باشه. و دستور آپ تو سلکشن هم مثل دستور آپ تو سرفیس توی اکسترود باس میاد یک سطحی رو بهش میدید و این خودش میدونه که باید تا اون سطح این رزوه رو ادامه بده. مهمترین جدولی که این دستور داره این بخشی که از این قسمت تایپ میتونید نوع پیچتون رو انتخاب کنید که به صورت اینچیه یا به صورت متریکه یا حالا SP4 که خیلی استفاده نمیشه، برای بولت و اینهاست و ما عموما روی متریک DIE میذاریم چون تنوع گام دندوناش بیشتره. و از قسمت سایز من بر حسب شفتی که اونجا طراحی کردم میام پیچ M8 با گام 1 رو انتخاب میکنم، یعنی فاصله بین دندونهاش 1. از این قسمت اووررایت پیچ هم میتونیم این مقدار گام دندونه رو به صورت دستی زیادتر کنیم، ولی استاندارد میگه که 8 و 1 باشه. بخش thread method میتونید بگید که این حجمی که داری رزوه ایجاد میکنی یا از مدلم کم کن با دستور کات یا به مدلم اضافه کن. extrude thread. اگر روی extrude thread بذارید میاد به اندازه 1 میل این رو به سمت بیرون ضخامت میده، یعنی پیچ 8 تون میشه 9، قطر نهاییتون میشه 9. پس اونجوری باید شما شفت و 7 در نظر بگیرید که به پیچ 8 برسید و عموما هم توی مهره ها استفاده میشه. و کات هم که میاد همون اندازه 8 شما رو کات میکنه و 8 رو نگه میداره براتون. قسمت دیگه چیز زیادی نمیمونه. خب thread option هم میتونید بگید که پیچتون راست گرد باشه یا چپ گرد باشه یا مولتی استارت باشه. مولتی استارت اگه پیچ های دوگام رو دیده باشید هم به سمت چپ بسته میشن هم به سمت راست
که جدیداً خیلی تو صنعت مرسوم شده. از این قسمت هم میتونید میزان نمایش این رو داخل صفحه کنترل کنید. من این دستور رو تایید میکنم و این دستور رو داخل پوشه آموزش رو هم سیو میکنم. ما بقیه نکته ها رو داخل محیط اسمبلی بهتون میگم و ما تا الان تمام پارت ها رو با هم دیگه طراحی کردیم غیر از پیچ و مهره ها و این فنر. بریم که محیط اسمبلی رو با هم باز کنیم. من از این سربرگ نیو یک محیط اسمبلی ایجاد میکنم. از بگین اسمبلی که باز میشه با استفاده از گزینه براوز میام این فولدر آموزشمون رو بیس کار رو وارد میکنم. وقتی بیس کار رو وارد میکنید میاد خودکار اینو فیکس در نظر میگیره، یعنی کاملا استیبل. اگه بخواید اینو تکون بدید میتونید کلیک راست کنید و گزینه فلوت رو بزنید. فلوت رو که میزنید این کاملا متحرک میشه، جابجا میشه. من دوباره کلیک راست میکنم و اون رو فیکس میکنم که تکون نخوره. قراره که دستورات گزینه میت رو با هم دیگه تمرین کنیم. خب من فک اولی که طراحی کرده بودم رو وارد میکنم، دستور میت رو اجرا میکنم. خب ببین من استاندارد میت رو میبندم، ادوانس میت رو باز میکنم. دستور ویت میت رو میخوام بهتون توضیح بدم. دستور ویت میت میگه که به من دو وجه از یک پارت و دو وجه از یک پارت دیگر رو، البته باید صفحه باشه، نه ورتکس قبول میکنه نه اج، به من معرفی کن. من میام اینها رو با هم دیگه داخل یک راستا قرار میدم. من اینو با استفاده از گزینه کلیک راست اینو یه مقدار میچرخونم، میام این سطح و این سطح رو انتخاب میکنم و این سطح و این سطح بیسم رو هم انتخاب میکنم. خود نرم افزار اتوماتیک اینو مرکز قرار میده. این دستور رو یک بار تایید میکنم، دوباره دستور رو اجرا میکنم. این سری میام میگم که کف این فک و این رو حساب کن و روی این سطح و کف کار من قرار بده. این میاد خودکار اگه گپی بین این مدل و این مدل باشه هم به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه تو چپ و راست. میام قسمت پشتی این رو، حالا این سری ادوانس میت رو میبندم و استاندارد میت رو باز میکنم. پشت این پلنم رو با استفاده از دستور کانسنتریک به معنای اینه که شما میتونید هر ورتکس اج یعنی نقطه خط و هر صفحه ای رو، یعنی دو تا صفحه، دو تا نقطه، دو تا ورتکس رو انتخاب کنید، به همدیگه مرجشون میکنه، به همدیگه متصلشون میکنه. با استفاده از دستور کانسنتریک این سطح رو من انتخاب کردم و این سطح رو بهش میدم. کامل تو این قسمت فیکس میشه. خب این رو تایید میکنم. بریم فک دوم رو بیاریم، پارت 4. دوباره با استفاده از کلیک راست اینو یه مقدار میچرخونم و حالا میتونم از دستور ویت میت استفاده نکنم. راه میانبر برای اینکه دستور میت رو دائم باز و بسته نکنید اینه که با استفاده از کلید کنترل بیاین اول دو سطحی که قراره به هم دیگه میت بشن و جوین بشن رو انتخاب کنید و کنترل رو وقتی رها میکنید، من این سطح رو انتخاب میکنم، این سطح رو انتخاب میکنم، وقتی کنترل رو رها کنم این جدول برای من باز میشه. میام اینجا کانسنتریک رو انتخاب میکنم و سطح بالاش رو هم با سطح بالای این دوباره کنترل رو ول میکنم، کانسنتریک میکنم و این قسمت و این قسمت رو به صورت موقت به همدیگه کانسنتریکش میکنم. قراره که این میت رو با همدیگه پاک کنیم. میام دوباره لقمه هام رو وارد میکنم، لقمه ها رو هم به همون روش، یعنی این رو میت میکنم. اینجا سرعت ویدیو رو زیاد میکنم که وقتتون گرفته نشه. اینو طراحی کردیم، اینو جایگذاری کردیم. الان میام از این قسمت درخت طراحی میتس رو باز میکنم و دنبال اون کوینسیدنتی که دادم میگردم. این کوینسیدنت رو با کلیک راست دیلیت میکنم. میخوام این فکم متحرک باشه. دستوری که میخوام بهتون یاد بدم، قیدی که میخوام بهتون یاد بدم
جزو قیدهای پرکاربرده، اونم به عنوان تو داخل ادوانس میتا به عنوان لیمیت دیستنس. لیمیت دیستنس میاد میگه که من دو تا سطح، دو تا نقطه یا دو تا ورتکس به من معرفی کن، من میام بین اینها یه لیمیت فاصله ای میذارم، یه محدودیت فاصله ای میذارم. من وقتی این دستور رو اجرا میکنم میاد یه مینیموم فاصله از من میخواد، یه ماکسیموم فاصله میخواد. اول از همه من دو سطح رو بهش معرفی میکنم، میگم این سطح و این سطح هم رو شما داشته باش. حالا اینجا میگم که مینیمومش دو حالت عادی اینا به هم دیگه چسبیده باشن، پس 0 میلیمتر، و ماکسیموم این 7/14 چیزی که حالا من تست کردم اینجا به کارم میاد 7/14. بیشتر باز نشه. وقتی این دستور رو تایید میکنم به ظاهر که اتفاقی نیفتاده، ولی وقتی این رو جابجا کنم این دیگه بیشتر از 7 میلیمتر و 14 نه باز میشه نه این مدل روبرویش که فک ثابته رو رد میکنه، کامل اینجا قفل میشه و تو این بازه فقط میتونه حرکت کنه. و این یادتون باشه این بازه، این فنری که قراره اینجا طراحی کنیم رو هم جمع و باز میکنه. خب بریم سراغ وارد کردن بادامکمون. بادامکمون رو هم وارد نرم افزار میکنیم. خب این رو با استفاده از کلیک راست میچرخونم. دستور دیگه ای رو میخوام بهتون یاد بدم، دستور کانسنتریک. کانسنتریک میاد تمام سوراخ‌ها و دایره هایی که کشیدین رو با هم دیگه هم مرکز میکنه. مرکز این سطح این سیلندر استوانه رو انتخاب میکنم، سطح این سیلندر رو هم انتخاب میکنم، اینها با هم دیگه هم محور میشن. خب دستور دیگه ای هست به عنوان دستور تانجنت. تانجنت میاد که این سطح کرو رو به یک سطح صاف مماس میکنه و هر چقدر این سطح کرو حرکت کنه این سطح مماس هم روی این کشیده میشه و اگر دورانی باشه میچرخه، اگر به صورت خطی باشه خطی باهاش جابجا میشه. خب من اول از همه میام با استفاده از دستور کانسنتریک این سطح و این سطح رو به هم دیگه مرج میکنم و میام به استفاده از دستور تانجنت. تانجنت میگه یک سطح منحنی به من بده و یک سطح صاف. خب تو این قسمت این رو لیمیت کرد. وقتی من این رو به عقب میکشم ناخودآگاه بادامک من هم میچرخه. یه بار دیگه تستش کنیم. خب اینم از این. وقتشه که پیچ های متری رو وارد نرم افزار کنم. میام پیچ متری که داشتم رو وارد نرم افزار میکنم. برای اینکه مرکز این پیچ رو بتونم با مرکز این دایره هایی که اینجا دارم هم مرکز کنم، اینجا سطح دایره ای ندارم، به صورت شکسته است چون گام رزوه روش ایجاد شده. برای اینکه بتونم این کار انجام بدم میام از روی این حالت چشم گزینه بغلش رو انتخاب میکنم و ویو اکسیس رو روشن میکنم که مرکز اینا رو بهم بده. میام مرکز این رو میگیرم و مرکز این رو هم با کنترل میگیرم و اونها رو با هم دیگه کوینسیدنت میکنم. خب یک دستور دیگه بهتون از دستورهای میت رو بگم، خیلی کاربردیه. دستور دیستنسه. این دیگه دیستنسیه که لیمیت نیست و وقتی این ابعاد رو وارد کنی اینجا کامل قفل میکنه ابعاد رو و دیگه تکون نمیخوره. من میگم این سطح و این سطح رو، البته دستور رو فعال میکنم، این سطح و این سطح رو به مقدار 20 میلیمتر از همدیگه فاصله بده. یعنی از اینجا تا اینجا رو سایز بزنم 20 میلیمتره. این رو تایید میکنم و میبندمش. خب این از اینجا این گزینه رو خاموش میکنم و برای اینکه بخوام از این کپی بگیرم و بذارمش این سمت، حالا راه حل میرور هم هست، میتونم دوباره پیچ متری رو وارد کنم. راحت ترین راهش اینه که بیام این پیچ متری رو انتخاب کنم، کنترل رو پایین نگه دارم و اون رو درگ کنم و کنترل رو رها کنم. یه کپی ازش با گزینه کنترل گرفتم. دوباره این ویو اکسیس رو فعال میکنم، مرکزش با مرکز این
این قسمت با این قسمت دیستنس باز اینجا وجود داره. دیستنس رو میزنم و 20 میلیمتر. اینم هست. خب اون پلیتی که داخل همین قسمت با هم دیگه طراحی کرده بودیم رو وارد نرم افزار میکنم. یعنی این پلیت پارت 6 ما بود اگه یادتون باشه و دوباره اون رو با استفاده از این خطوط اکسیز میام هم مرکزش میکنم. اگه ابعاد درست نباشه حتما اینجا ارور دارید شما و میبینید که ابعاد کاملا درسته. من این رو جابجا میکنم رو به جلو و دوباره با استفاده از دستور لیمیت این رو به مقدار 15.5 یعنی 15.5 فاصله میدم و اینو اینجا قفل میکنم. وقتی این رو بچرخونم یه سمت بادامک، البته اینجا میبینی این قسمت برخورد دارم. برای اگه بخوام این برخورد رو رفع کنم، حالا نکته‌ای هم اینجا خود به خود ایجاد شد، من میام این دیستنس رو پاک میکنم، میام با استفاده از دستور تانجنت این و این سطح رو با هم دیگه تانجنت میکنم. اینجا هم که کاملا بسته است، حواسم هست. میام با استفاده از دستور میژر از سربرگ اولیوت اینجا رو سایز میزنم. میگم که این سطح و این سطح 13.5 با هم دیگه اختلاف داره. پس میام این رو انتخاب میکنم، تانجنت رو پاک میکنم و این قسمت تا این قسمت رو دیستنس 13 و نیم بود، البته 13.5 وارد میکنم. چرا این کار رو کردم، این تانجنت رو پاک کردم؟ چون اگه تانجنت میموند این پلیت رو هم با خودش میکشید میبرد و میآورد. من میخوام این پلیت ثابت باشه. خب الان وقتی این فک رو جابجا کنم میبینیم که این کاملا روی طبق این حاشیه‌ای که من براش، فاصله که من براش گذاشتم حرکت میکنه. خب وقتشه که پیچ هامون رو بیاریم. ما پیچ ها رو دیگه طراحی نمی‌کنیم. روی این گزینه یعنی دیزاین لایبرری کلیک می‌کنیم، تول باکس رو میزنیم و اد این ناو رو میزنیم. تول باکسی که داخل فولدراتون هست اینجا لود میشه، هنگام نصب براتون نصب شده. میایم روی گزینه ایزو استاندارد جهانی و روی نوتس ها اینجا همه چی هست. بیارینگ هست، بولت و اسکرو هست، کی هست یعنی همون خارها، اورینگ ها، نمیدونم چرخدنده. حالا ما از مهره ها استفاده میکنیم. مهره ها هم میام از مهره گرید C استفاده میکنم. وقتی گرید C رو بکشم و به شفتم نزدیک کنم یک علامت اینجا ایجاد میشه. وقتی من اون رو رها کنم خود نرم افزار به صورت اتوماتیک متوجه میشه که این پیچی که من طراحی کردم 8 و خودش میاد این رو 8 در نظر میگیره. خب من این رو تایید میکنم و مابقی مهره ها رو به همین روش ایجاد میکنم. خب الان میام با استفاده از دستور کانسنتریک اینا رو به محل هایی که هست میچسبونم. یعنی این رو به این قسمت و مابقی رو هم همینجوری. خب تمام مهرهایی که لازم بود رو من گذاشتم. حالا این مهره ها رو پاک میکنم، اضافه گذاشتم این مهره ها رو. خب مهرهایی که لازم دارم این 2 4 6 8 تا مهره است و میام
از قسمت دیزاین لایبراری و این سری بولت اند اسکرو میام یک پیچ به عنوان به عنوان هکس بولت استفاده میکنم. اون رو داخل این سیلندر رها میکنم. خب این دیفالت اومد این رو پیچ 16 در نظر گرفت و درستی نیست. ما این رو 12 در نظر گرفته بودیم. میبینیم که این استاندارد پیچ سایز 12 نداره، پس دنبال یک استاندارد دیگه ای میگردیم. البته اینا بولت هستن، این هم عین همونه. خب گرید B میام از گرید B استفاده میکنم. این قسمت اتوماتیک اینو 12 در نظر میگیره و حالا طول این پیچ رو هم میتونم ادیت بزنم. من میام انتهای این پیچ رو با سطح کارم کوینسیدنت میکنم و ببینم که طول پیچم چقدره. این قسمت و این قسمت رو با استفاده از دستور میجر سایز میزنم. 20 میلیمتر دیگه پیچم باید طولش بلند بشه. من پارت پیچم رو باز میکنم و خب از این قسمت 45 رو 65 میکنم. این رو سیو میکنم. سیو از داخل پوشه آموزش هم سیوش میکنم. البته اونجا میتونستم طولش رو وارد کنم ولی از این روش هم میشه استفاده کرد. خب تا اینجا. حالا این باید طولش بلندتر بشه، پایینم یه مهره بسته بشه که حالا چون زیر کاره من دیگه روش وقت نمیذارم. آخرین پارت آموزشیمون هم میشه طراحی این فنر که دیگه وارد محیط پارت نمیشم، باید همین داخل محیط اسمبلی اونو طراحی کنم چون میخوام حرکت موشنش رو اینجا ببینم. برای این کار میام این پیچ این دوتا فک رو روی حالت ایزوله قرار میدم. از قسمت اینسرت کامپوننت یک پارت جدید ایجاد میکنم. اینجا یک کلیک چپ میکنم و پارت 3 اینجا ایجاد میشه. روی پارت 3 من ادیت پارت رو میزنم. این رو روی حالت ایکس ری قرار میدم و روی این سطح رو انتخاب میکنم. میام از رفرنس جیومتری یک پلن به اندازه نصف این ارتفاع، این اگه یادتون باشه 15 میلیمتر بود، من 7.5 میلیمتر یعنی نصف این ضخامت رو وارد میکنم. این رو فلیپ میکنم که دقیقاً مرکز باشه. میام روی این پلن یک اسکچ ایجاد میکنم و یک خط کمکی از این قسمت ترسیم میکنم. اسمارت دایمنشن فاصله این خط تا این رو به اندازه نصف قطر میله فنرم در نظر میگیرم. من میله فنرم، ضخامت میله فنرم یعنی مسوار فنرم 1 میلیمتر. میام نصفش رو اینجا وارد میکنم. یه دایره هم راستای این خط عمود بر این نقطه ترسیم میکنم. قطر اون رو برابر با 1 در نظر میگیرم و فاصله بین نقطه و این نقطه رو هم اندازه نصف قطر پیچم در نظر میگیرم. قطر پیچ من 8 میلیمتره و شعاعش رو باید اینجا وارد کنم. شعاع 4 رو وارد میکنم و برای اینکه پیچم خلاصی داشته باشه 1/10 به این تولرانس میدم. 1/10 بزرگترش میکنم. البته 1 میل دادم. 4/1/10. خب میام این دایره و این خط رو هم با هم دیگه تانجنت میکنم که این کاملا فولی دیفاین بشه. میام این قسمت رو هم با استفاده از اسمارت دایمنشن این رو نسبت به این خط مقدار 0.5 میلیمتر در نظر میگیرم.
و این خط رو کاملا قفلش میکنم. وقتی فولی دیفاین میشه یعنی خط کاملا قفله و تکونی نمیخوره. از اسکچ خارج میشم، دوباره روی پلنی که داشتم یک اسکچ جدید ایجاد میکنم، این خط رو انتخاب میکنم با دستور کانورت، اون رو تبدیل میکنم به یک خط کامل. از دستور دوباره خارج میشم، میام از سربرگ فیچرز دستور سویپ رو اجرا میکنم. داخل دستور سویپ به ما میگه که یک مقطع میخوام و یک مسیر میخوام و میام این مقطع رو حول این مسیر من حجم میدم، گسترشش میدم. مقطعی که ما اینجا داریم مهم نیست، میتونه دایره باشه، لوزی باشه، مستطیل باشه، گرد باشه، هر چیزی میتونه باشه. من این رو انتخاب کنم و از مسیری که دارم میام اسکچ دومم رو انتخاب میکنم. ظاهرا که اتفاقی نیفتاده. وارد بخش آپشنز میشم و این پروفیل سویپ رو روی گزینه دوم سویت ولیو میذارم و این قسمت رو سویت کنترل رو روی ریولیشنز میذارم و مقدار 45 میلیمتر بهش 45 دور بهش سایز میدم و میبینم که اینجا حول این محور برای من این ایجاد شد. این رو میبندم، این رو هم میبندم، به حالت اولیه برمیگردونم حالت نمایش رو، خطوط اکسیس رو خاموش میکنم و فنرم که به درستی مماس بر این سطح و مماس بر این سطح ترسیم شده. خب الان برای اینکه بخوایم تست کنیم ببینیم مکانیزم رو به درستی اجرا کردیم، من این فک رو جابجا میکنم، ببینیم که اتفاقی نمیفته. این به خاطر اینه که توانایی این کار رو نرم افزار سالیدورکس نداره که اینو در آن واحد، یعنی در حال حاضر، اینو براتون انیمیشن کنه. برای این کار شما گزینه ریبولد رو میزنید از این بالا و میبینید که فنر به همون اندازه کش میاد. دوباره اینو جمع میکنم، ریبولد رو میزنم، این دوباره بالا اولیه برمیگرده و این رو هم میتونم دوباره همین قسمت روبرو تکرار کنم و اینم از پارت نهایی ما و هیچ نکته‌ای باقی نموند. با همدیگه طراحی این مکانیزم صنعتی رو تموم کردیم. نکته هایی که داخل نرم افزار سالید ورکس تو این پارت آموزشی یاد گرفتید میتونیم به دستور میرور، دستور اکسترود کات و دستور اکسترود باس و همچنین داخل محیط اسمبلی به دستور میت و گزینه‌هایی که داخل دستور میت بود مثل کانسنتریک و کویسیدنت و ویت میت و حالا لیمیت دیستنس هم تا حدی بهتون گفتیم. امیدوارم که نکته ها و این دستوراتی که بهتون گفتیم براتون کاربردی باشه و پارت هایی که با هم داخل این قسمت طراحی کردیم رو هم طبق معمول گذشته من داخل کانال تلگراممون براتون گذاشتم تا بتونید اونا رو دانلود کنید و از اونا به عنوان تمرین استفاده کنید. پیشنهاد میکنم انتهای ویدیو رو از دست ندید، چون قراره که این مکانیزم رو در واقعیت هم براتون مونتاژش کنم و ایرادات کار رو اونجا بهتون نشون میدم. تا مکانیزم بعدی و آموزش های نرم افزار بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.